سلام دوستان گلم، با معذرت که معذور دارید ما را که بلاک قبلی ما چند لحظه پیش در یوتیوب انداختیم. باز عوارضات داشت که از نگاه کم تجربگی چون نوستیم. صحنه اول تکرارن در آخر باز آمده. امید برایتان خسته کن نباشه و برای خاطر ما بلاک جدید عاجل جور میکنیم که خدمتتان میگذاریم که از بلاک اولی که اشتباهاتی کردیم جایش را پر کند و امید که لذت ببرین که البته حلوای کنجد تیار میشه برایتان که حلوای کنجد چی دقیقا جور میشه و لذیذ پخته میشه. شما تماشا نموده و نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارائه کنین. کامنت، لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه و همچنین به دوستایتان شیر نمایید. دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوش و صحتمند باشین. من امروز براتون حلوای کنجد جور میکنم. چون ولاگ پیشتر ما رو که انداختیم یک کمک عوارض داشت تکرارن آمده. امید که خسته نشین. در حلوای کنجد که من امروز براتون تیار میکنم مواد لازمش است کشمش، 4 مغز در خانه داشتم و اگه خسته کدو مفته او خوب قوی تر است از 4 مغز که در حلوای کنجد مفته. چون من فعلا خلاص کرده بودم نداشتم، من 4 مغز گرفتم. کنجد به اندازه‌ای که من میفهمم که چقی از این نصف از این برندر میشه. مثل یک کمکی رو میده میکنیم در مکسر، یک کم گرگ نظر به مقه، این مقه گرگ کفایت میکنه. روغن گی که روغن بسیار مفید است و شیر ضرورت داریم. و حالا من چیزی را که براتون میگم که اول یک کمی ایره ما میده میکنیم مثل آرد ولی که حلوای ما صحیح جور شود. نصفش البته باز نیمشه اما قسم میندازیم، نیم برابر شود، شاید که نیم شده باشه. ایران ما میده میکنم. ولی نصف مواد خود کنجد که ما آرد ساختیم مثل آرد ولی را میده کردیم در پولی از این مندازیم. و این کنجد خودش چربی داره چسبیده، بسیار یک چیز فایده مند است بر زمستان، خصوصا بر پایدردی که جفته و نیست. باید این چیزها رو همیشه ما آماده کنیم، خصوصا کسایی که در اروپا زندگی میکنن چون در تمام زمستان بسیار کم 2 ماه 3 ماه هیچ هفته و نمی باشن. خب دوستای عزیز، این نصف کنجد ما میده کردیم. این قسم مثل آرد ولی دیگه در پولی از این انداختیم و حال ما میریم به طرف از این که در روی روغن پرتیم و همین مواد که هست میره ما یک کمک سرخمنی یک کمک در روغن تو بدیم. کم روغن مندازیم صرف همون که این مواد ما رو یک کمک در روغن سرخ کنیم. حال یک کمک ما شیر در ظرف ما مندازیم. همین که من قبر زمین کار است این ما کفایت میکنه بس است. حالا همین شیر خود اینجا میمانیم که گرم شد و میگره دمی میمانیم که یک ذره یک کدزی او شود و تا که او شود و مساله خشک خود میوه خشک است از کشمش 4 مغزی را من یک کم دهی روغن خود سرخ میکنم. مغز هم انداختی باز کشمش با این نیست هم کشمش کول هر دوش ده یکی میره دیگه. بادام هم مفته، خسته هم مفته، کاجو هم مفته، هر میوه خشکی که در خانه آدم داشت نموده میگیرم مندازه. مهم نیست که چی باشه. منپلی نمفته؟ منپلی مفته. خود منپلی باز پوشکایش باز میشه. باید منپلی که پوش نداشته باشه. 4 مغز پوش باز نمیشه.
نمک میوه خشک نمک سرخ شد بس کفایت میکنه. کشمشامونه یک ذره خدا تغییر داد. اینا میره ما در بشقاب میکشیم. دو قاشق روغن انداختیم. در روغن سابق داشت. همین دو قاشق کفایت میکنه، به خاطر که خود دانی کنجد خودش چرب است، خودش روغن میکشه. چیز داشت گل از گل کردم چون خود این قسم گل خودش اوشت. نال دوستای عزیز کنجد که نصفش آرد کرده بودیم، نیمش خود دانی کنجد است. این ما در سر روغن میندازیم و این ما برای 10 دقیقه یا 15 دقیقه ما این همه تو یک ذره سرخ میکنیم که بوش برایم. کلوله خو نمیشه. نه آن پخته میشه و بسیار مزه‌دار است دوستای عزیز. بسیار خوبش است. بسیار برای موسم سردی بسیار فایده داره. کسایی که سردی بدن داره برشون فایده داره. هورمونا رو به یک تعادل نگاه میکنه. کسی که هورمونایش کده است، بسیار یک چیز فایده دار است. دوستای عزیز عجب یک بوی کشیده. کنجد خودش کنجد چی یک بوی داره و همطور که بریان شده. بوی خوب داره، ذائقه خوب هم داره و جای یک تان خالی دیگه پخته شود که بخوریمش نوش جان کنیم دیگه. جای یک تان خالی دیگه ببخشین دیگه که ما نوش جان میکنیم، شما ویدیو را سعی به خاطر میکنیم پخته میکنم میره که کلگی رو ببینه از رویش بر خود پخته کنم چون موسم سردی است. بسیار فایده دار چیز است. هم مفید است و هم لذیذ. دوستای عزیز 5 دقیقه پوره شد. بوی کنجد بسیار خوبش بر اومده. این حالا ما ایره میگیریم شیرش کدگور مندازیم. یک چلاسافک میگیریم به خاطر که گل یک ذره بسیار بسیار باشه و این همه تو شور میکنیم دیگه. تا که خودم مثل حلوا رو جور کنه. من استاد تا خودم سخت کرد، جامد ساخت، کمدگان سختتر شد و ساخت تا رو به تیار شدن حلوای کنجد است. این دوستای عزیز تقریبا حلوای کنجد ما پخته شده و حال میوه خشکش سرش میندازیم. یک چند دقیقه دم میمانیم. بعد از اون در بشقاب میکشیم. یک مدت 10 دقیقه 15 دقیقه دم میدیم. بعد از اون در بشقاب میکشیم. حلوای ما اینا تقریبا پخته شده. روغن خود ایلا کرده. بسیار یک حلوای مزه‌دار که چای خوردن میشه امروی بعد از نان. بسیار مزه‌دار است. شکلش ببینید. من بشقاب میکشم دیگه. بسیار یک حلوای خوبش است. چون دفعه گل تاریک بود رنگش، شکنی سفید میامد. نظر به اینکه گل ما رنگ تاریک داشت، حلوا رنگش یک ذره تغییر داد. دوستای عزیز این حلوا که است
هر کس به همه که شیرینی خوش داره میتونه که گوره کم پرته، اگه بورایی میکنن بوره را کم پرته که زیاد نشست پیشتان که باز خورده نمیشه. با اندازه که شیرینی را خوش دارین با مو اندازه باید پرتین. مثلا یک بشقاب کنجد باشه، ایگور بسیار کمک انداختم از ما کلانم بود، شما میتونین نیمش پرتین چون ما شیرین زیاد خوش داریم از او خاطر گورش کلان بود و این را متوجه باشین که هر چیزه دمو اندازیش بگیرین. دیگه یک روز خوش برتان میخوایم، یک شب خوش دیگه. تا ولاگ بعدی خدا حافظ و نگهدار شما. واو، حلوای کنجد با بوی به حد نهایت زیبا و ذائقه حال میچشیم، میبینیم که امتحان میکنیم چی رقم ذائقه داره. واقعا بسیار عالی آمده، زیبا آمده. دوستان عزیز اگر می رقم بپزین انشالله پشیمان نمیشین و دعا هم میکنیم. دیگه در اخیر شب و روزتان خوش و خرم باد، همیشه کامگار باشین، شادمان باشین و لایک و سابسکرایب یادتان نره. انتقادات نظریات همچنان را دارید. خدا نگهدارتان تا ولاگ بعدی.